بیش از 95% تریدرهای بازار مالی نه به خاطر تحلیلشون بلکه به خاطر ذهنیتی که داشتن و طرز فکرشون توی بازار بازنده بودن. ببین توی این بازارها ما نبردی با بازار نداریم، ما با ذهنمون نبرد داریم و باید ذهنمون رو جوری تربیت کنیم تا بتونیم از بازارهای مالی سود ببریم. سلام دوستان، پارسا هستم. توی این ویدیو میخوام 5 قانون بهت یاد بدم که باعث میشه جزو اون 95% تریدرهای بازنده نباشی. پس همراه من باش. 1. بازار به تو بدهکار نیست. اگه خیلی رک باشم باهات، بازار یک استاد بی‌طرف و بی‌رحمه. خب و ما همیشه نباید این توقع رو داشته باشیم که همیشه سود کنیم، بلکه باید بدونیم نتایج هر ترید رندومه و ذهنیت کازینو رو داشته باشیم. اگه ویدیوی قبل رو دیده باشی دقیقاً به موضوع هم پی میبریم. در واقع با این تفکر پی میبریم که بازار هیچ تضمینی برای ما نداره. پس ما باید چیکار انجام بدیم؟ ما باید یک سیستم معاملاتی درست داشته باشیم و با همون سیستمه بریم جلو. و کار درست چیه؟ کار درست اینه که ببین وقتی که ما همچین طرز فکر رو داشته باشیم میدونیم که بازار هیچ تضمینی برای ما نداره و باید طبق سیستم بریم جلو و حالا احساساتمون رو، مدیریت ریسکمون رو و بخش ستاب بندی و حالا تکنیکالمون رو بر اساس سیستم ببریم جلو. 2. ذهنیت انسان برای معامله‌گری ساخته و پرداخته نشده. اگه تو کارهای روزمره تا حالا در واقع نگاهی بندازی می‌بینی داری بر اساس الگوها و کارهای از پیش تعیین شده میری جلو و معامله‌گری اصلا اینجوری نیست. معامله‌گری یک بازار تصادفیه و هیچ تضمینی نداره که آقا تو اگه طبق این الگو رفتی قرار سود کنی و باید بر اساس منطق وارد این بازی بشی. طبق چی؟ طبق یک سیستم مناسب. توی همه این بازارها این سیستمی که مارکت رو میبره جلو. ما در بازارهای مالی یک الگوریتمی داریم که بازار رو میکشه جلو. به عنوان مثال ما 2 تا تریدر داریم. تریدر اول یک فرد تازه کاره، تریدر دوم یک فردی که حالا در واقع به ذهنیت فولادین روانشناسی رسیده. خب تریدری که تازه کاره وقتی میبینه قیمت 3 موج رفته به سمت بالا میگه آقا قیمت گرانه و ما دوست داریم قیمت بره به سمت پایین، بر اساس احساساتش، بر اساس هیچی. اما تریدری که حرفه‌ای هسته و یک سیستم معاملاتی درستی داره، کاری که انجام میده میگه آقا من یک سیستم معاملاتی دارم، در صورتی که قیمت بر اساس سیستم معاملاتی من برای نزولی شدن تایید داد، من میدونم که قیمت قراره بره به سمت پایین. در صورتی هم که نرفت من هیچ تضمینی نمیتونم بدم که آقا قیمت باید بیاد پایین. 3. احساسات دشمن ترید منطقی است. ببین ما وقتی که حالا یک معامله رو باز میکنیم خیلی افکار و احساسات منفی میاد سمت ما، ولی 2 تا حس هستن که واقعا خیلی از تریدرها رو زمینگیر کردن. 1. ترس. 2. طمع. اگه بخوام یه مثال واسه حالا ترس بزنم، زمانی که یک معامله رو باز میکنیم و تارگت سودتو میذاری روی $10، وقتی که قیمت مثلا میرسه روی $5 سود، $6 سود، میترسی که چه اتفاقی بیفته، میترسی که قیمت بیاد تو ضرر. به همین دلیل میاد آقا چیکار میکنی؟ میای پوزیشن تو میبندی و اون سود $10 رو نمیتونی بگیری. خب و یه مثال اگه بخوام برای طمع بزنم، تو یک پوزیشن باز میکنی میری تو ضرر و میگی که آقا این برمیگرده، من میدونم این پوزیشن حتما سود میشه. میای چی کار میکنی؟ میای بدترین کار ممکن رو میکنی و در واقع حد ضرر تو برمیداری که یواش یواش میاد به سمت پایین و کلا حسابتو لیکوید میکنه و این خیلی خوب نیست. یکی از راهکارهایی که پیشنهاد میشه حالا شما انجام بدین اینه که در واقع زمانی که یک معامله رو باز کردی بلند شو برو کارهای روزمره تو انجام بده، برو قدم بزن، برو در واقع کاری که خودم انجام میدم، برو 3 شنا بزن و از قبیل این کارا.
4. ترید بازی احتمالات، نه پیش بینی. همینجوری که تو ویدیوهای قبلی بهت گفتم و همین الانم بهت میگم، نتایج هر ترید رندومه. یعنی چی؟ یعنی ببین، حتی بهترین ترید ها هم ضرر میشن و بدترین ترید هایی که حالا نه اصلا طبق پلنن نه چیزی، به سود خواهند نشست. کاری که ما باید بکنیم اینه که بر اساس یک برنامه مشخص، یک بخش آیتم بندی شده درست و مشخص جلو بریم، چون که میدونیم بازار دیوانه خونه است و ما نمیدونیم در آینده قیمت چی کار باید انجام بده. پس باید بر اساس یک سیستم مکتوب بریم جلو. ببین، بعضی از دست ها یک تریدر میبازه، یک تریدر میبره، اما اون کسی برنده این بازیه که در بلند مدت یک سیستم مشخص داشته باشه و طبق همون بره جلو. 5. نظم از هوش هم مهمتره. زمانی که یک تریدر نظم مناسبی داشته باشه و بدونه باید چیکار انجام بده، وقتی که احساساتش داد میزنن که میگن آقا این تریدو بزن، این تریدو بزن، اما چون که یک سیستم مشخص داره هیچ وقت این کار رو انجام نمیده و بر اساس سیستم خودش میره جلو، نه بر اساس احساسات واهی و الکی. تریدرهای واقعی باهوش نیستن، بلکه بر اساس نظمی که توی سیستمشون دارن، توی روتین زندگیشون حتی دارن، تونستن توی این بازار موفق شن. اگه از این ویدیو خوشت اومد، احتمالاً جز افرادی هستی که عاشق معامله‌گری هستن. من توی ویدیوهای آینده در مورد بحث روانشناسی، بحث مدیریت ریسک و بحث تکنیکال به طور کامل توضیح خواهم داد. پس همراه من باش.